سلام به دوستان خوبی آزادی. من زرنگزی نوروزشو هستم در خدمت شما. سرخط خبرهاست از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما. در 10 دقیقه بعدی در برابر خبرهای مهم دیگر از برکنار شدن وزیر معارف تاجیکستان از مقامش، نگرانی مقامات روسیه از جنایتکاری مهاجران و اوج گرفتن تفتیش و بازداشت‌ها در این کشور و نشر دو نوار نوی صحبت امریدین علوچایف از بازداشتگاه خبر می‌دهیم. نوار مناقشه دو پلیس با مهاجران تاجیک در روسیه در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت و در شبکه‌های اجتماعی هم بحث زیادی برپا کرد. در پی این حادثه که روز 17 فوریه در ایستگاه متروی تولوفسکای مسکو رخ داده است، دو مهاجر تاجیک برای سرکشی از امر پلیس و حمله به آنها بازداشت شدند. از آنها سعید اکرم همرایفی 22 ساله و عمر رسول جانزاده 18 ساله نام برده می شود که هر دو برادر بودند. مناقشه بعد آن سر زده است که پلیس می‌خواست یکی از آنها را برای تفتیش به شعبه برد. در رابطه با این حادثه با اتهام زورآوری نسبت به نماینده دولت پرونده جنایتی باز شده با مهاجران تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. اخیراً مراجعه ویدیویی مرد در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که خود را رسول جان همرایف پدر این دو مهاجر تاجیک معرفی می‌کند و در این نوار از مردم برای حمایت از حقوق فرزندانش و آزادی آنها کمک می‌پرسد. همرایف می‌گوید از عمل پسرانش راضی نیست، اما تاکید می‌کند که آنها خیلی جوانند و به دلیل ناآگاهی از قانون و قاعده‌ها به چنین کار دست زدند. قانونشکنی در بین مهاجران در روسیه یکی از موضوعات اصلی در همایش و نشست‌های مقامات روسیه شده است. اخیراً ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هم در نشست وزارت کارهای داخلی این کشور از جنایتکاری مهاجران نگرانی کرده خواستار سخت‌تر کردن مجازات مهاجران شد. طبق اطلاعی دریافتی، محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان از مقامش برکنار شده است. دست کم دو منبع از وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 21 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی خبری برکناری آقای امامزاده را تصدیق کردند. با گفته منبع‌های آزادی، مراسم معرفی وزیر نو بعد از ظهر امروز برگزار می شود. محمد یوسف امامزاده سال 2020 به جای نوریدین سعید به کرسی وزیر معارف و علم تاجیکستان نشسته بود. جزئیات را در برنامه خبری امروز تقدیم شما میکنیم. در یک نوار نو که روز 20 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، دیده می شود که امریدین علوچایف، یک چهره شناخته، در میان جوانان بدخشان در بازداشتگاه با برادر و عمکش واخورده است. این و یک مراجعه ویدیویی دیگری علوچایف همزمان پس از چند روز اظهارات ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی نشر شد. این سازمان با نگرانی از سرنوشت امریدین علوچایف گفته بود که وکیل دفاع او را در یگان بازداشتگاه پیدا کرده نمی‌تواند. در نوارهای اخیر که در تلویزیون بدخشان نشر شدند، علوچایف میگوید صحت و سلامت است و کسی او را نزده است. او سر و صداها درباره شکنجه شدنش را بی اساس خوانده، میگوید به این همه باور نکنید. معلوم نیست که این نوارها در کدام شرایط ثبت شدند، اما حامیان حقوق به بدون فشار ثبت شدن نوارها شبهه دارند. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه روز 17 فوریه با نشر یک اظهارات گفته بود که با درخواست نزدیکانش برای حمایت امریدین علوچایف وکیل دفاع جدا کردند. علوچایف در نواری اخیر گفته است او در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی نگهداری می شود. مقامات هم روز 18 دکبر به رادیوی آزادی گفتند که او با خویشاوندانش واخورده است. امریدین علوچایف یکی از چهره‌های شناخته در میان زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در روسیه روز 11 ژانویه امسال ناپدید شد. مقامات تاجیک تنها روز 2 فوریه بازداشت او را در دوشنبه تصدیق کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رضایت داده است که برای پیشگیری از تجاوز احتمالی روسیه به اوکراین با همتای روسش ولادیمیر پوتین گفتگو کند.
جیم پساکی سخنگوی کاخ سفید روز 20 فوریه در یک بیانیه رسمی گفت جو بایدن با پوتین 24 فوریه بعد از ملاقات وزیران کارهای خارجی انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف صورت میگیرد به شرطی که تا آن روز روسیه به اوکراین حمله نکند. پیشنهاد مقامات رهبران دو کشور از طرف امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه صورت گرفت که او پیشتر از این با رهبران آمریکا و روسیه در یک روز صحبت‌های علیحده تلفنی داشت. درباره جای و زمان مشخص گفتگوی روبروی جو بایدن و ولادیمیر پوتین چیزی گفته نشده است. جو بایدن روز 18 فوریه گفت که باور دارد ولادیمیر پوتین قرار درباره حمله به اوکراین را قبول کرده است و ممکن است که این حمله در روزهای آینده صورت گیرد. او افزود اگر روسیه این کار را کند کشورهای غربی به ضد آن تحریمات سخت اقتصادی جاری میکنند. روسیه عین زمان در اطراف اوکراین 150,000 سربازش را بسیج کرده است. کرمل میخواهد از پیوستن اوکراین به ناتو پیمان نظامی اتلانتیکای شمالی پیشگیری کرده و آن را دیگر باره به مدار نفوذ خود برگرداند. شرکت اعتبارسنجی مالی مودی گفته است که بسیج کردن نیروهای روسیه در مرز با اوکراین و حمله احتمالی به این کشور میتواند به وضع اقتصادی کشورهای شوروی سابق مثل تاجیکستان اثری بد گذارد. در بیانیه این شرکت آمده است در صورت اعمال تحریمات اقتصادی کشورهای غربی بر ضد روسیه بیشتر از همه اقتصاد جمهوری بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، مولداویا و ارمنستان آسیب می‌بینند چون همه آنها با روسیه رابطه‌های اقتصادی زیچ دارند. شرکت مودی گفته است که حالا وضع پرداخت‌پذیری قرضی تاجیکستان معتدل است. این کشور از روسیه مال و محصولات زیاد به خصوص مواد سوخت می‌خرد و مسکو میزبان اصلی مهاجران کاری تاجیک است که سالانه به تاجیکستان میلیاردها دلار می‌فرستند. در همین حال مقامات یک شهر از افزایش انتقال پول از سوی مهاجران به تاجیکستان خبر دادند. مهاجرانی که از شهر تورسونزاده در روسیه کار میکنند سال گذشته به خانواده‌هایشان بیش از 1 میلیارد سومانی فرستادند. پرویز اکرمزاده رئیس شهر تورسونزاده هفته گذشته در نشست مطبوعاتی خود گفته است که انتقال مبلغ مهاجران در قیاس با سال گذشته 373 میلیون سومانی بیشتر شده است. مقامات تاجیکستان هنوز اعلام نکردند که سال گذشته در عموم مهاجران چقدر پول فرستادند. بانک ملی چند سال باز مقدار پول فرستاده مهاجران را آشکار نمی‌کند. اما طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه سال گذشته کم بیشتر از 2 میلیون شهروند تاجیکستان وارد این کشور شدند که 1.6 میلیون نفرشان هدف سفر خود را کار گفتند. پول فرستاده مهاجران در 9 ماه سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار بوده است که نظر به یک سال پیش زیادتر است. کارمندان میلیسه شهر دوشنبه رهبری یک مرکز بازی‌های کامپیوتری را برای به کودکان اجازه بازی کامپیوتری دادن بازداشت کردند. در پی یک رید یا سنجش نوبتی مامورین میلیسه شهر دوشنبه معین کردند که 6 نوروز در بی‌وقتی شب در مرکز بازی‌های کامپیوتری سیمین با بازی به گفته مقامات ضررآور کامپیوتری مشغول بودند. جلب نابالغان به بازی‌های کامپیوتری در تاجیکستان منع است و قبلا ناظران وزارت کارهای داخلی به صاحبان مرکزهای بازی‌های کامپیوتری هشدار داده بودند که خوانندگان مکتب و نابالغان را به کارگاه خود راه ندهند. صاحب مرکز کامپیوتری برای راه دادن نابالغان در مرکز به مهلت 7 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شده است. مأموران میلیسه شهر دوشنبه میگویند با وجود آگاهی برای راه ندادن نورسان به مرکز، ساکن دوشنبه با هدف پول کارکنی به کودکان اجازه داده است که برای بازی‌های کامپیوتری وارد این مرکز شوند. نظر صاحب مرکز معلوم نیست. مقامات میلیسه شهر دوشنبه میگویند که با هدف پیشگیری از شبگردی و آوارگی کودکان و بازی‌های کامپیوتری مشغول شدن آنها پیوسته رید و سنجش می‌گذرانند. مقامات قزاقستان وزیر سابق دفاع این کشور را که ماه گذشته از مقامش برکنار شد بازداشت کردند. مراد بکتانوف به بی‌عملی در زمان تظاهرات و آشوب‌های ماهی انور متهم می‌شود و عین زمان در بازداشتگاه در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان بوده است. مراد بکتانوف از سال 2021 وزیر دفاع قزاقستان بود و رئیس جمهور قاسم جمعت توقیف او را روز 19 انور از مقامش برکنار کرد. در نتیجه ناآرامی و آشوب‌های ماهی گذشته به گفته مقامات در قزاقستان 227 نفر کشته شدند. تظاهرات در اول ماه به نشان اعتراض از بالاروی قیمت مواد سوخت آغاز یافت ولی بعداً به اعتراضهای ضد حکومتی و آشوب کشید.
و حالا از قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم. امروز 21 فوریه بانک ملی 1000 روبل روسی را رسای 149 سومانی تعیین کرده است. $1 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو 12 سومانی و 84 درم معین شده است. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی و وبسایت رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب مطالعه و تماشا کنید. نوشتن نظری خود را فراموش نسازید. روزی خوب و برای کار به شما.